نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خب سوال ها خواهر سوال کرده است: سلام علیکم عبیدالله، من چند سال است که سخنهای شما رو گوش میکنم. شوهر من آدم خوب است لیکن یک خیلی وقت بنگ میکشد و مرا گپ‌های بد میگوید، تهمت میکند. از شما خواهش میکنم کمتر نصیحت کنید. من بیزار شدم، باز گپ‌های شما رو گوش کرده طاقت میکنم. اگر شما از ریختن موی سر یا اینکه از بریشی، از لاغری، بی‌اشتیایی بودن، از وزن نالازمه، پروستات، درد دل، درد گرده، درد معده و یا اینکه خونو گرفتگی روده ها اذیت میکشید، پس با این رقم های در روی اکران بوده زنگ زنید. کمی از بیماری خود معلومات دهید. داروی های گیاهی لازمه را به شما شرکت شفا فرما توصیه میدهد. اولا که این یک بلوا هست که امروز بسیاری از خواهرها و مادرها شکایت میکنن. خب در همین باب البته که وقتی که انسان ترک امر خدا میکند به همین بلاها مبتلا میشود. اولا امر خدا به لقمه حلال است و هر چیز مسکراتی که هست، خواه هر چیزی که مسکننده باشد حرام است. خواه بنگ است، خواه مثلا نارکوتیک است، خواه عرق است. کدام راهش قدی کدام نمودش که باشد وقتی که انسان از مسکرات است یعنی مسکننده است، اون حرام است. حرام کرده خدا را وقتی که انسان استفاده میکند البته که به همین بلاها مبتلا میشود. بعضا سخن بعد گفتن که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیثی که هر بار روایت میکند حضرت معاویه بن حیدة رضی الله تعالی عنه که میگه که جاء رجل الی نبی صلی الله علیه و سلم، یک مردی میگه به پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم اومد و پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال کرد. گفت یا رسول الله ما حق احدنا زوجته علیه، یک تای ما وقتی که صاحب زن میشیم او زن به گردن ما چه حق دارد؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم در جوابش گفت که ان تطعمها اذا طعمت و تکسوها اذا اکتسیت ولا تضرب الوجه ولا تقابه ولا تهجر الا فی البیت. یعنی حقهای زن پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان کرد. اول گفت که ان تطعمها اذا طعمت، وقتی که خود طعام استفاده میکنی همسرت هم یعنی که طعام استفاده کنه. و تکسوها، البته که طعام از کسب حلال باشد، مهنت حلال باشد، لقمه حلال باشد، چون که لقمه وقتی که پاک نباشد، حلال نباشد، انسان به توفیق می شود. انسان رفته فاسق می شود، رفته انسان از طاعت عبادت به عبادت می شود. انسان چی است که با وسوسه های شیطان و جن گرفتار می شود وقتی که لقمه ناپاک باشد. وقتی که فرزند به وجود میاد فرزند گبناگیر می شود و نافرمان بردار می شود. لقمه غیر حلال بسیار آفت های زیاد دارد. پیامبر اول چیزی که گفت ان تطعمها اذا طعمت، وقتی که خود طعام استفاده میکنی همسرت هم با طعام شرایطش مهیا بکن. دوم گفت و تکسوها اذا اکتسیت، دوم همین که به سر لباس خودت وقتی که میپوشی همسرت تامین بکن. یعنی خرانیدن زن به گردن مرد است و پوشانیدن زن به گردن مرد است. البته که سر لباسی که موافق قانون شریعت باشد، سر لباسی که مادرها و مثلا گذشته های مردم ما و شما پوشیدن زنها همون خیلی سر لباس باشد، لباسی تابستانه، لباسی زمستانه. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم در دوام میگه ولا تضرب الوجه، زن نزنین، ولا تقبح، قباحت هم نگین. پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت انس بیان میکند که همگی به یک مسواک یا یک اون چیزی قطیبه که میگه که در مدتی که من همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم همین قدر سال بودم ندیدم کدامش از زنهاشون سیاست گپای مثلا که جاهلانه و مثلا بعد قهرانه بگه خیلی گپا از پیامبر صلی الله علیه و سلم هرگز سر زدگی نیست. خب ولا تقبح ولا تهجر الا فی البیت ولا تضرب الوجه، که زن نزنین. یعنی آدم بزدن قطعی به نمی شود. بزدن فقط حیوان میزنن، مثلا که گاو خر اسب میزنن
او دیگر عقل ندارد، حیوان است. اما آدم به نصیحت به گفتن قطعی آدم میشه. از همین مردمی ما و شما مردمای فارس قبلا که پیش از اسلام مجوسی بود، آتش پرست بود، از بیهشی نعوذ بالله آتش خدا میگفتن، پرستش میکردن، خب محرمای خودشون میگرفتن. از همین مردم مجوس بعد از فهمیدن، بعد از که اسلام آوردن، همچنان عالما و اولیاها و مجتهدا و مفسرا و محدثای از این مردم پیدا شد که در دنیا چی است؟ یکم بدن در افضلیت اولویت. از همین مردم فارس در نتیجه چی؟ گفتن و فهمیدن و مثلا که فهموندن. خب انا که میگه که پیامبر صلی الله علیه و سلم که زن نزنین، ولی تو قباحت هم نگین. قباحت مثلا که بسیاری از مردم هستن در حالت جهلشون دشنام حقارت میکنن، پدری زنن، مادری زنن حقارت میکنن. حالا که خودشون بدونن که پدر و مادرم دورن کو و یک بار اندیشه میکنه. اما مرد که مثلا خواهر همو را شوهرش پدر لعنت بگه یا مادر لعنت بگه، یا همو شوهر خواهرش خواهر میره از دیگر اولادش دشنام حقارت کنه، او میخواه میره؟ هرگز نمیخواه. پس وقتی که نمیخواهی به دیگران بدی را نخواه. خب اینا البته که مرد وقتی که باشد باید گوش کند، ایمان که داشته باشد، اسلام داشته باشد، باید بفهمد که پیامبر صلی الله علیه و سلم تاکید میکنه مردو را که ولا تضربوا الوجه ولا تقابل قباحت هم نگو. و دیگر البته که در دوامش پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه ولا تهجر، بزنها هم قهری نکنین. قهری کردن و مثلا که قهر کردن و برآمدن رفتن، این عمل باید که مرد نداشته باشه. حالا تهجر الا فی البیت، مگر که برای جزاش یگون وقت یگون نافهمی و یگون گناه که از سر زن، از مثلا که زن سر بزنه، در حالت جگای خوب شه یک روز یا 2 روز یا 3 روز جدا کنه، همین قدر دیگر معنی است. زندگی خوبه در اسلام، در دین مبین اسلام. البته که خواهران و مادرای عزیز، الله ذوالجلال تاکید میکنه استعیذ بالله و عاشرهن بالمعروف فإن کرهتموهن. خداوند میگه فعسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. الله ذوالجلال تاکید میکند که وقتی که مرد زن نکاح میشوند، شه عروس مرد زن در اسلام همچنان زندگی داشته باشند که سرشار از عشق محبت یکدیگر باشند، یکدیگر را دوست بدارند، یکدیگر را احترام کنند، یکدیگر را در حمایت یکدیگر باشند. این را اسلام امر میکند. پیامبر صلی الله علیه و سلم همون قدر زندگی با محبت داشت، همون قدر زندگی شیرین داشت که وقتی که حضرت عایشه مادرمون بعد از گذشت رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه سوال کردند که یا ام المؤمنین، مادر مومن ها، پیامبر در بیرون ما میدیدیم میدونستیم، اما در خاندان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چگونه بود؟ حضرت عایشه مادرمون در جواب دادن که کان خلقه قرآن، اخلاق پیامبر قرآن بود. هر چیزی که در قرآن خدا امر کردگی بود پیامبر صلی الله علیه و سلم به جا می آورد و هر چیزی نهی کرده بود پیامبر دور می‌شد. آنچنان زندگی با محبت پیامبر همراه ازواج مطهرات داشت، آنقدر که حضرت عایشه مادرمون که گاه میگه در حوالی میگه ما مسابقه دویدن میکردیم، گاه میگه من پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش میکردم، گاه پیامبر صلی الله علیه و سلم از من پیش میدوید. میگه مسابقه دویدن میکردیم. ببین تو چی اندازه زندگی با لذت، با عشق، با محبت است. بعدا حضرت عایشه مادرمون یک تبسم کردن، گفتن که انا وقتی که با مسجد میره پیش از صدای اذان که میشنوید با مسجد رفتن، یکی از آنهاش یک بوسه میگرفت و بعد میرفت مسجد. این حدیث گفت حضرت عایشه مادرمون خندید. شارح های حدیث میگن که همون زن نشه که پیامبر صلی الله علیه و سلم یک بوسه میگرفت و بعد مسجد میرفت، همین عایشه صدیقه مادرمون بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم همین قدر زندگی خوب داشت. حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه، صحابه جلیل القدر پیامبر صلی الله علیه و سلم، حضرت انس که در شرح صحیح بخاری بیانش میکند، درباره تاریخش بیان میکند، انس بن مالک شخصیتی بود که دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم گرفتگی بود. دعای پیامبر را به خیر و برکت در زندگی و عمر جانش گرفتگی بود. انس بن مالک رضی الله تعالی عنه وقتی که مسجد میره عمرش از 100 بالا بود، 100 ساله بالا بود. کودکان میدویدن در اطراف سلام میکردن، سرای کودکان را دستمال میکرد. حضرت انس بن مالک سلی میکرد، دعا میداد، بعد چهره خوب چهره که شد
بعدا گفتن که از 100 سال زیاد عمر دیده بره دیگر که ما کودک را. حضرت انس ابن مالک هاکذا فعل رسول الله صلی الله علیه و سلم، انا همین عمل پیامبر صلی الله علیه و سلم میکرد که در راه به مسجد رفتن با کودکو سلام میکرد به دخترها و بچه‌ها. بعدا میگه که انس ابن مالک هم در ایستاد نقل کرد که یک مرتبه همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم میرفتیم، یه کودکو سلام کرده رفتن، یک دخترچه جوریه خرسول میگه از اون تام کوچه های مدینه میگه دویده بر اومد و از دور پیامبر صلی الله علیه و سلم به نامش فریاد کرد که به من سلام نکرده. رسول الله صلی الله علیه و سلم ایستادن، قطعی صحابه او کودک آمد دخترچه پیامبر سلام کرد، قطعی سرش دستمال کرد، بعد مسجد رفتن نماز خونی. ببین اخلاقی زیبایی رسول الله صلی الله علیه و سلم ببینیم، حسن خلق پیامبر ببینیم که مسلمان امتی رسول الله صلی الله علیه و سلم به این باید تا قیامت عمل داشته باشد. پیامبر من کرد ولی تو قباحت نگین. قباحت گفتن البته دشنام حقارت کردن این نه نشانه بغیرتی مرد است، این نشانه جهل مرد است. یعنی مرد جاهل است که دشنام حقارت میکنه. مرد با غیرت مردی هست که زنش قرآن خوان است، دخترش قرآن خوان است، بچهش قرآن خوان است، نماز میخونن، امر شریعت به جا میارن. این مرد مردی با غیرت است، نه اینکه دشنام حقارت کنه بلند او را به غیرت کته شود. نه. برای همین برادرای عزیز هر کدومی که باشین، خب مثلا خواهر سوال کردگی، حتی در اخیر سوالش کردگی که بیزور شدم، این زندگی خیلی باید نباشد. زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم چقدر زیبا بود، چقدر با مسجد رفتنش، حتی یا بوسه میگرفت. امروز زن بوسه گرفتن از خونه بر اومدن رفتن، یا که مثلا زن شوهرش تو داری مثلا که حولی از عقیبش گوسیل میکنه میره، در رسو شیدگی است در ما و شمونی. این مدنیت ما مسلمان است، نه از اونها. این مدنیت مسلمان است که مسلمان و مسلمان زوده زن به شوهرش تو در گوسیل کنه، خیر خش کنه، در آمدنش پیش بخیزه و پیشواز بگیره. این خیلی عمل را داشته باشن. اما مردی که از حدی انصاف میگذره و دشنام حقارت میکنه، هر یک دشنامی کردگیشه در نزد خدا فردا روز قیامت جواب میده. هر یک کلمه‌ای که ما و شما میگیم در نزد خدا جوابگری دارد. باید که در این باب احتیاط داشته باشیم. زندگی کنیم که عمر دنیا میگذره، عمر دنیا چند روزه بیش نیست، همین چند روز است میگذره و یک نمود خطی امروزه با آدم همین قدر چیز نمیدونه که سحر از دنیا میگذره میو بگه. برای چند روزه که هستیم غنیمت بشماریم، زندگی خوب داشته باشیم. خداوند شوهری خواهر توفیق هدایت عطا کنه و از بنکشی و از حرام خوری بماند و زندگی شیرین خدا نصیب شون کنه. دیگر سوال دو. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، آیت الکرسی در کدام سوره قرآن است؟ آیت الکرسی در سوره بقره است. بهترین سوره قرآن سوره بقره است. در خانه که سوره بقره تلاوت کرده شود، جن به او خاندان حتی با خاندان همسایه‌اش نزدیک نمی شود. سوره بقره همینقدر خاصیت‌های بزرگ دارد. آیت الکرسی در سوره چی است؟ بقره است. بهترین سوره قرآن بقره است و بهترین آیه بقره آیه کرسی است که در باب آیت الکرسی موضوع علاهیده هم هست که یکی از خاصیت‌های آیت الکرسی همین است که الله ذوالجلال خودش به مخلوقات به بنده ها شناسا کرده است. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سینة ولا نوم. حی است، قیوم است، پینک نمیرود، خواب نمیرود تا آخرش. خداوند خودش به بنده ها شناسا کرده گرد. اگر هر کسی که در شب خونه تا روز در حفظ امان پروردگار است، اگر در سحر بخونه تا بیگاه در حفظ امان پروردگار است. بسیار خاصیتی بزرگ دارد آیه کرسی. در حالت خواندن جن از او خاندان میگریزد، نابود میشود. آیه کرسی بسیار اجر ثواب و پاداشی بزرگ دارد در خواندنش. دیگه مکتاز در یک پاره قرآن چند آیه است؟ التماس جواب دهید. در یک پاره قرآن پاره های قرآن مختلف هستند. در بعضش آیه کم است، در بعضش آیه زیاد است. مثلا در پاره های اول سوره بقره و آل عمران و نساء آیاتو دراز هستند و کم هستند. اما در پاره سیم ببینیم از سوره مثلا نبع پایان آیه ها کوتاه هستند، خیلی زیاد هستند. اینو هر خیلی هستند، گاه کم هستند و در بعضش زیاد.